بیشترین سوالی که توی دایرکت توی این فصل ازم میپرسید اینه که درختای گردومون تنش سوراخ میشه و یه کرمی داره بدنه درخت ما رو میخوره، از داخل داره میخوره. ببین کرم خرات داره بهت آسیب میزنه. علائمش اینه: ممکنه خاک اره رو پایین درختت ببینی، ممکنه فضولات رو توی ورودی حفره ها ببینی، یا سرشاخه‌هات ممکنه که شروع کنن به خشک شدن بعد از اینکه این آفت بهت آسیب زد. الان که دیگه عملاً میخوایم بریم سمت سرما و زمستان، لاروها داخل این سوراخ‌ها شروع به زمستان گذرانی میکنن. دو تا راه حل، دو تا سم داری. یکی زئوزرانه که باید وارد این شاسی چسب آکواریومی بکنی و زمانی که میذاری داخل حفره اینو فشار میدی و با این سم ورودی حفره و قسمتی که بیرون هست رو پر میکنی. اتفاقی که میفته این خمیر خشک میشه و شروع میکنه گاز سمی از خودش متساعد کردن. یعنی اگر توی این حفره هر چیزی هم باشه با این گاز سمی از بین میره. دومین انتخاب به عنوان سم آنتی تارلوه. اگر این پایه رو نداری از آنتی تارلوی خمیری استفاده کن، اونم خیلی راحت استفادهش. اما اگر نمیخوای از سم استفاده کنی میتونی یه سیم مفتول برداری، سرشو گره بزنی، بفرستی داخل این حفره و تا جایی که میره بفرستی داخل و بچرخونی. زمانی که در میاری میبینی که یک لارو کشته شده رو با خودت در آوردی.